خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون لئن شکرتم لازیدنکم. شکر نعمتت افزون کنه. آیاتی که دیروز شروع کردیم آیه 102 بود دیگه، 102 سوره آل عمران تا آیه 108 دو آیه رو تفسیر کردیم. 6 تای دیگه مونده. از خداوند توفیق می‌طلبیم که نزدیکترین گفته ها به مراد خداوند از کلام خدا بیان بکنیم و از مقصود خدا از این کلمات و آیات و مطلوب خدا دور نشیم. یه مروری بر دو تا آیه گذشته چون به هم وصلن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. من دارم مکس میکنم که شما معانی رو زیر نظرتون بیارید، تو ذهنتون مرور بکنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. خیلی خطرناکه. وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. با فضل خودش، با دین خودش، با محبت خودش، با الفت دینی که بین شما قرار داد. فانقذکم منها، شما رو نجات داد. حالا قدر این نجات رو بدونید. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. این چنین خداوند آیات خودش رو برای شما بیان میکنه و نشون میده تا شما راه هدایت که انتخاب کردید و به دست آوردید رها نکنید. لعلکم تهتدون یعنی همیشه در هدایت باشید. هدایت بعد از هدایت، همه درصدها و درجات هدایت رو داشته باشید. نه هدایت 10%، 20%، 30%، 50%. حالا از هیچ بهتره؟ نه، از هیچ بهتره نه. هدایت 100% کامل تو همه زمینه ها، نه تنها تو بعد عبادیش یا معنویش و روحانیش، تو بعد سیاسیش نیاز به هدایت هست، تو بعد علمیش نیاز به هدایت هست، تو بعد اجتماعی نیاز به هدایت هست، تو بعد اقتصادی. هدایت در بعد اقتصادی یعنی ربا نخوردن، یعنی احتکار نکردن، یعنی کلاه سر مردم نگذاشتن. اگه هدایت تو بازار بیاد، تو اقتصاد بیاد، باور بکنی از اون اقتصاد عالم تولید میشه، دانشمند و اندیشمند تولید میشه، دینداری تولید میشه، اخلاق تولید میشه. همه به هم وصله، چون این اقتصاد ما باید ببریم تو زندگیمون. خب وقتی اقتصاد آلوده باشه، هدایت شده نباشه، خیلی خطرناکه. لعلکم تهتدون. حالا این دوتا آیه رو گفت، حالا بعدش چی میخواد بگه؟ 6 تا آیات بعدی چی میخواد بگه خداوند؟ میگه که ولتکم منکم امتون، از شما جمع مؤمنین گروهی باشن، مجموعی باشن، آگاه، مطلع، بیدار، مخلص، با شهامت، ایثارگر. بعد میدونی که اینایی که دارم میشمارم چیه؟ متوکل بر خدا، مترس، شجاع، حکیم، عالم، دانشمند، آگاه به مسائل روز. اینا میدونی چیه؟ اینا صفات کسی است که مصلح جامعه میشه و مربی میشه و آمر به معروف و ناهی از منکر میشه. همین امتی که میگه گروهی از شما باشن که این کارها را بکنن. اینا ویژگی های کسانی است که در جامعه میخوان یک حرکت اصلاحی رو داشته باشن.
اول باید ربانی باشن. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، حنفا. بعد باید ابزار رو داشته باشن، آگاه به مسائل زمان خودشون باشن، آگاه به نیرنگ ها و سیاست های دشمنان خودشون باشن، آگاه به اولویت های اجتماعی و دعوی باشن، شاخص های اولویت ها رو تشخیص بدن. اینطوری نباشن که یک قایقی غرق شده میگه نجات نجات، برن اول جنساشو جمع بکنن بیان بالا، اول وسایلش که تو قایق غرق شده بیان نجات بدن، بذار خودش بعد دیگه. اول خودش نجات بده، بالاخره جنساش بره هم بره. اولویت ها رو تشخیص بدیم. ولتکن منکم، فعل امره. حتما باید در یک جامعه گروهی در هر زمین و زمان باید باشن که اونها سربازان بدون مرخصی بهشون میگن، خستگی ناپذیر، همیشه دارای انرژی هستن. اگه یکیشون تو اون جمع ضعیف شد، اونقدر سیستم تقویت کننده قوی است که تو جمع قوی قرار داره، نمیذارنش ضعیف بشه، همیشه با نشاطه. باید یک سیستم ایجاد کرد، سیستم امر به معروف و نهی از منکر. و این فقط از تحصیل کرده ها، اساتید، فرهیختگان، تجار قوی مؤمن نکن، همه در کنار هم باشن، یه گروهی هم از خواهرها باشن تا بشه یه تحولی و یک دگرگونی ایجاد کرد. ولتکن منکم امتون، وظیفه‌شون چیه؟ این گروه از شما باید تشکیل بشه، لا محالته، هیچ راهی نیست. با یک سخنرانی دردی دوا نمیشه. الان شنیدید بعد فراموش میکنید. یک گروه باید تشکیل بشه، حتی از نظر هنری توانمند، چون خیلی ها با هنر ما را ضربه میزنن. تو همه زمین هیچ منفذی نباشه، نه تنها گروه امر به معروف و نهی از منکر، یالا کفار نماز بکنید شما مسلمون نیستید، همش که نماز نیست. تو خیلی زمینه های دیگه هم لازم است که هم دیگه رو تشویق بکنیم. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، دعوت به خیر بکنن. خیر چیه؟ خیر سلامتیه، خیر سواده، خیر هنره، هنر سالمه، خیر بدن سالمه، خیر ورزشه، خیر دانشگاهه، خیر ابزار اینترنت بلد بودن، کامپیوتر بلد بودن، استفاده صحیح از اینها کردن، ارتباط داشتن، هنر ارتباطات، بتونید برخورد اجتماعی قوی داشته باشید، رفتارهای سالم داشته باشید. خیر اقتصاد، خیر نماز، خیر روزه هست، اینا جای خودش، همه این مسائل جای خودش. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، هر چیزی که خیر باشه، سبب تقویت و رشد جامعه اسلامی و انسانی باشه، چون ما هم وابسته به جامعه اسلامی هستیم و هم وابسته به جامعه انسانی هستیم. برادرمون عبدالستار وقتی رسید به دشمنان اسلام تو دعاش، اگه متوجه شدید، همه شما شاید انتظار داشتید که بگه خدایا اعدا و دشمنان ما رو نابود بگردان، ولی یک دفعه برعکس شد، گفت خدایا هدایت نصیب دشمنان ما بکن. از این غافلیم، ما فقط میخوایم نفرین بکنیم که همه چیز رو نابود بکنیم، در صورتی که اگر یه نفر از اونها هدایت بشه چی میشه؟ الان موج اسلام خواهی و اسلام طلبی در اروپا و غرب غوغا داره میکنه، خیلی مدرن و پیشرفته تر از ما. نمیدونم قبلا گفتم یا نگفتم، بحث ژن‌های برتر، آمار که گرفتن نشون داده که در هر 1,000,000 نفر در آلمان 6,000 ژن برتر وجود داره. 6,000 ژن برتر.
در هر 1 میلیون نفر، و هر ژن برتر در این 6000 نفر یک دانشمند معادل پروفسور حسابی. یعنی در ازای هر 1 میلیون نفر در آلمان 6000 پروفسور حسابی، در ژاپن 5600، در ایتالیا سوم. اما در ایران ما که چقدر پیشرفته هم هست و چقدر استعدادها نهفته است، در هر 1 میلیون نفر 1.5 نفر فقط. اگر این ژن‌های برتر مسلمان بشن، اسلام امروز داره تحقیق میشه. میدونی چقدر جواب میده؟ 12 نفر در ناسا ایرانی هستند. 12 نفر از گردانندگان ناسا پایگاه فضایی آمریکا ایرانی هستند. اسلام مدرن، اسلام متناسب با زمان، اسلام مستدل، منطقی، اسلامی که همه جوانب زندگی رو در بر میگیره و مد نظر قرار میده، اون جوانای ما ارائه بدن. و جای بسی خوشبختی است که بیشترین نمازگزارانی که میان توی این مسجد یا از دانشگاه علوم پزشکی هستن یا از دانشگاه هرمزگان یا تربیت معلم، هم برادرها هم خواهرها اون طرف. خیلی جای خوشبختیه. امید ما اینها هستن. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر. الی الخیر جنس خیر، هر خیری که باشه. و یأمرون بالمعروف، و امر به معروف بکنن. تعریف معروف چیه؟ علما در تفسیر معروف گفتن هر چیزی که در دین شناخته شده است معروف مینامند. هر چیزی که در فرهنگ خدا، در قرآن و سنت شناخته شده است، بیگانه نیست، غریب نیست، ناآشنا نیست، اون بهش میگوین معروف. پس اگر ما میخوایم معروف شناسی بکنیم، باید کتاب معروف شناسی رو مطالعه بکنیم. التائبون العابدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله. اینا همه معروفن. ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان. اینا همش منکرن، در فرهنگ ما غریبه، ناشناخته است. اما امروز مسلمانان طوری شدن که منکر و معروف کردن و معروف و منکر کردن. ربا در فرهنگ ما منکره، ناشناخته است. دین بهش اعتراف نداره، نمیشناسدش، جایگاهی نداره، ولی امروز خیلی جایگاه داره. مواد مخدر، مشروبات الکلی. ما یه همایش برگزار کرده بودیم قبل از رمضان برای 300 تا از جوانا، خواهر و برادر. میدونید چقدر سوال داده بودن؟ جلسه 5 ساعت طول کشید، تو سالن اجتماعات باشگاه بود. اکثر سوالها به علما داده بودن جناب شیخ، مشروب خوردن در ماه رمضان چه حکمی دارد؟ حلال است یا حرام است؟ میدونید معنی این سوال چیه؟ یعنی از بس که مشروب خوردن عادی شده در غیر رمضان، سوال برانگیز نیست که حلاله برای جوانای ما. فقط اشکالی که تو ذهنش الان تصور میکنه اشکال پیدا شده، میگه تو رمضان یه حرمت خاصی داره، یه چیز خاصیه. آیا تو رمضان بازم حلاله مثل قبل از رمضان که داریم عادی میخوریم؟ شاید نزدیک 20 تا سوال فقط همین بود. فلان چیز در رمضان حکمش چیه؟ حلاله؟ یکی از سوالایی که بیشتر از همه سوال کرده بودن جوانای مثلا چه 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، در رمضان مشروب خوردن حلاله؟ از بس که عادی شده دارن میخورن. سیگار که دیگه حدث ولا حرج. پس میگه یأمرون بالمعروف. اولین ویژگی که آمر به معروف، کسی که امر به معروف میکنه باید معروف شناسی داشته باشه، بدونه که معروف چیه، شناخته شده در دین چیه، چیزی که دین بهش اعتراف داره چیه. وقتی میگیم دین یعنی خدا، یعنی عقل برتر، یعنی حکمت برتر.
یعنی کمال مطلق. بعد میگه کافی نیست که شما تشویق به خوبی بکنید، تازه یک قسمت امر به معروف انجام دادید، قسمت دوم امر به معروف میکروب شناسی هم بکنید. این میکروب چطوری وارد سیستم معروف شده؟ آفات میکروب ها هم بگید. و ینهون عن المنکر، مضرات این منکرات رو بگید که اینها دخیل بر اسلام، جزء اسلام نیست. گوشت مردار خوردن، خوک خوردن، خون خوردن، اینا همش جزء محرماته. ازدواج با محارم و همجور برو. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. کدوم یکی جرأت بیشتر میخواد؟ امر به معروف، نماز بخون، یا مواد نفروش، یا مشروب نفروش؟ نماز بخون خیلی ساده تره. نخون. من دارم میگم نخوندم، خود دیگه دعوا نمیشه. روزه بگیر، نگرفت. ولی تو بخوای یه دکه، این که مشروب میفروشه خدا میدونه به کجا وصله این دکه، یا یه جایی که مواد مخدر دارن توزیع میکنن، مسخال دارن میفروشن، میدونید به جایی میرسه که وقتی دنبال کردید یا زنگ تلفنت به صدا در میاد یا نامه میندازن تو خونت، اگه بچه تو دوست دارید همینجا قطعش کن، دیگه دنبالش نگیر، بالاتر از این نرو. شده یا نشده؟ نهی از منکر خیلی توکل به خدا میخواد، خیلی شهامت میخواد. خانواده‌تان باید مترس باشه. دیدن که چاره خودت نمیکنن، تماس با خانواده‌ات که ضعیفن، با بچه‌ت. طرف آمده دیدن قومخیش از دبی دزدیدنش 100 میلیون تقاضا کردن، الان بردن 100 میلیون تو عوض، الان رسوندن به 100 میلیون. پسرشو بردن. یکی تو مینا بردن، نمیدونم 300 میلیون 400 میلیون تقاضا کرده بودن، بعد از چند ماه آوردنش تو یکی از جنگل‌های اطراف مینا. پیرمردی بود، 300 میلیون تقاضا کردن. حالا اینا پول دارن، اگر کسی دیگه بیاد با مواد مخدر مبارزه بکنه، نهی از منکر بکنه. ولی مردم خودمون که میگن دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. چرا گفتن دور از شتر بخواب؟ چون اگر قرار باشه جایی که شتر میخوابه تو بری بخوابی، شتر دیگه میدونی یه لگدت بزنه کار تمامه. مورفین میدونی چقدر درآمد داره؟ یک شبانه روزه 24 ساعته انسان میلیونر میشه. خیلی عجیبه. اینهایی که اینطوری دارن توضیح میکنن چقدر جرأت دارن، با پاسگاه هماهنگن، مسلح هستن، اسلحه به کمرشون هست، سرعت ماشینشون خدا میدونه چقدره، از جلو پاسگاه رد میشن، احتمال درگیری هست، کشته شدن هست. چقدر جرأت دارن برای رد کردن مواد مخدر. ما جرأت نداریم برای امر معروف و نهی از منکر. بعد میخوام جامعه خوبی داشته باشیم. خداوند میگه ولتکن منکم، باید گروهی باشه. اینجا شاید نیست، میگه ولتکن، باید گروهی باشه. منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون. خیر رو چه تفسیر کرده؟ گفته دعوت به خیر بکنن، بعدش بلا فاصله خیر رو تفسیر کرده، بعدش گفته یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این خیره، خیر دیگه نیست. تفسیر خیر اینه، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ولی تو نهی از منکر اگه دیدن که تو تنها هستید کارتو میسازن، ولی اگر دیدن که واقعا یک مجموعه هستید باور بکن کم میارن. مثال بزنم، تو جامعه سرو 100 تا دان
100 تا دان سه، دان 4، چه کنفو چه تکواندو. ولی مؤمنا همطور که تو تهجد و تو تراویح نیست با یک جز دو جز قرآن، تو باشگاه رزمی هم اونجا تمرین میکنه که بدنش ورزیده بکنه برای امر معروف. چون زمانه طور شده در طول تاریخ یه عده محترمن نمیدونن، وقتی تذکرشون دادی تسلیم میشن، ولی یه عده قلدرن باید ازت حساب ببرن تا تسلیم بشن. جهاد یعنی این جهاد، نه این که بیاد همه رو، اونهایی که حتی از روی جهل و نادانی هم خلاف میکنن و خطری برای جامعه ندارن، با قلدرها یک نواخت برخورد بکنه. قلدر یعنی مانع و جهاد آمده که موانع رو برطرف بکنه، موانع رو برداره. علمای ما دارن میرن، یه مشروبخوار میاد دست به یقه‌شو میگیره میزندش به زمین، همه میخندن رد میشن، چون اون مجموعه تشکیل نشده. چرا خداوند در جای دیگه میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هرچی قدرت داری آماده بکنید. خیلی راحت تحقیر میکنن علما، میکوبن، تهدید میکنن، شیشه شراب در خونه‌شون میذارن، نجاست به در و پنجره‌شون میکشن، رد میشن. کار خوبی کردن. چون ملاهایی که قبلا هم بودن هم به مردم گفتن فقط بیاید نماز بخونید، سرتون تو لاک خودتون باشه بابا، هر کسی گله خودش از آب بکشه، چه کار داری خودتون رو مرد بکنی بابا، نمیشه که. ولی خدا چیز دیگه میگه. یه بار دیگه همین آیه میخونم، ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، باید یه گروه باشن که دعوت به خیر بکنن. خیر چیه؟ یأمرون بالمعروف. معروف چیه؟ اون چیزی که در دین شناخته شده است. از کجا بشناسیم؟ از این کتاب. و ینهون عن المنکر. منکر چیه؟ اونم همونه. و عوارض منکر چیه؟ و اولئک هم المفلحون. میگه کسانی که این گروه و این سیستم ایجاد میکنن و به این کار میپردازن در تمامی زمینه ها همزمان با هم، اینها اولئک هم المفلحون، اینها رستگارانند. اول شکن مشکل سخته، ولی باور بکنه همطوری که افرادی هستن که روز به روز به فساد کشانده میشن، افرادی هستن که آماده هستن که بیان تو کار خیر، تو امر معروف، تو نهی از منکر. به این معنا نیست که بیفتیم تو محله و تو شهر و هر کسی دیدیم بزنیم و خرد بکنیم و فلان بکنیم و بکشیم. این نه، پیامبرم این کار نکرد صلی الله علیه و سلم. مگه عرب شراب نمیخورد؟ مگه عرب دختراشون رو زندگی گور نمیکردن؟ مگه عرب زنا نمیکرد؟ مگه عرب ربا نمیخورد؟ مگه عرب جاهل نبود، تاریک نبود؟ رحمتاً للعالمین بود، واقعا رحمتاً للعالمین بود. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. دنبالش میفرمایند ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظیم. میگه ای مسلمانا، شما مثل اهل کتاب نباشید، مثل نصارا نباشید. بعد از اینکه آیات خدا آمد براشون، بعد از اینکه پیامبران اولوالعزم براشون آمد، بعد از اینکه آیات خدا براشون تلاوت میکردن، میخواندن، بعد از اینکه هدایت طلبی برای اونها میکردن، دعا میکردن، امثال حضرت موسی و عیسی و دیگر پیامبران بنی اسرائیل، به خاطر منافع و جاه طلبی بر مسائل دنیا و حسادت نسبت به همدیگر با همدیگه اختلاف کردن و شروع کردن به پیغمبر کشی. ولا تکونوا کالذین تفرقوا. چرا میخواد بگه؟ هدف از قصه های قرآنی 2 تا هدف هست. این همه داستان در قرآن
فقط دو هدف هست. یک، تسکین و آرامش برای قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که مشکلی براش پیش می آمد، خداوند بلا فاصله تذکرش میداد با یک داستان قرآنی، میگفت فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو هم صبر کن همونطور که قبل از تو صبر کردن. آروم میگرفت. میفهمی که این سختی برای خودش تنها نیست. این اولین هدفشه، هدف از داستانهای قرآنی. دومین هدف درس گرفتن از تاریخ گذشتگان، اونهایی که راه درست رفتن نجات پیدا کردن و اونهایی که منحرف شدن و خاتمه به شر شدن. اینجا گروهی از کسانی خدا مطرح میکنه که اختلاف کردن بین همدیگه و بر علیه پیامبرانشون شدن و خاتمه به شر شدن. میگه ولا تکونوا کالذین تفرقوا، مثل اونهایی که با همدیگه اختلاف کردن بعد از اینکه هدایت آمد اونها رو جمع کرد، آیات بینات خداوند آمد، بعد از هدایت گمراه شدن، بعد از اتحاد و انسجام مختلف شدن، متفرق شدن. مثل اونها نباشید. و اولئک لهم عذاب عظیم، اونها عذاب خیلی بزرگ در انتظارشونه در دنیا قبل از آخرت. آیات بعدش خیلی زیباست، دوباره همین مسائل رو تأکید میکنه و درباره دو گروه صحبت میکنه در آخرت. میگه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، روزی که یک گروه صورتهاشون میدرخشه، نورانی میشه، روشن میشه، یک پارچه این صورتها قرص ماه میشه، منور میشه، سبحان الله، و صورتهای غبارآلود و تاریک و سیاه میشه. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم. اما گروهی که صورتهاشون تاریک شد، آیا کافر شدید بعد از ایمانتون؟ آیا مرتد شدید بعد از ایمانتون؟ آیا گمراه شدید بعد از هدایتتون؟ آیا آلودی شدید بعد از پاکیتون؟ آیا ذلیل شدید بعد از اینکه عزیز بودید؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. پس بچشید نتیجه کارهاتون که در دنیا انجام میدادید، عذاب دردناک. اما بعدیش و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. میگه اما گروهی که چهره هاشون میدرخشه در رحمت کامل خدا قرار میگیرن، همینطوری که در دنیا در هدایت کامل خدا قرار گرفتن. دیشبم من گفتم که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند الفتنه نائمه لعن الله من ایقظها. فتنه خوابه، خدا لعنت بکنه کسی که فتنه را در جمع مؤمنین و مسلمین و کسانی که با هم در منتهای صفا و صمیمیت زندگی میکنن، فتنی را بیدار بکنه که تر و خوش بسوزونه و امنیت و آرامش رو از اون جامعه بگیره. در سفر اسراء و معراج پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که جبرائیل پیشا پیشش حرکت میکرد، رسید به گروهی از امتش، دید که قیچی دستشونه، گوشت رانشون میچینن میخورن. گفت اینها چه گروهی از امت من هستن؟ گفتم بعد میگم. رفت جلوتر، دید که یک گروهی از امتش دانی به اندازه سنگی به اندازه دانه نخود از دهانشون میفته روی زمین، بعد بزرگ میشه به اندازه یک گوساله بزرگ، یک گاو بزرگ. بعد تلاش میکنن دوباره همون سنگی که کوچک بوده بعد بزرگ شده دوباره ببرن تو دهنشون بخورن، ولی دیگه نمیتونن، حالا خیلی بزرگ شده. اون موقع یک سنگریزه بود به اندازه دانه نخود. گفت اینا چه گروهی از امت من هستن؟ البته سوال خیلی زیاده. عجایبی که دید پیامبر صلی الله علیه و سلم در مسیر راهش، همین میگفت بعد بهت میگم. من این دوتا رو میخوام بگم. غیبت عامل تفرقه است. گفت اونایی که با قیچی گوشت رانشون رو میشیدن میخوردن، اونها کسانی از امت تو هستن که شغلشون غیبته، به هم زدنه، پشت سر این اون صحبت کردنه، دنبال نقطه ضعف مردم و عیب مردمه. و اما اون گروهی که به اندازه دانه نخود سنگریزه از دهانشون می آمد بیرون بعد بزرگ می شد،
گفت اونها کسانی هستند که زنها و مردای عفیف پاکدامن را بهتان میزنن و امنیت و آرامش را از جامعه میگیرن. همونطوری که تهمت به ام المؤمنین عایشه زدن، امنیت و آرامش رو از شهر مدینه گرفتند و از مؤمنین گرفتند، تا اینکه خداوند آیه را نازل کرد، گفت اینها این گروه از امت شما هستند، بهتان میزنن. اول یک کلمه کوچک به اندازه دانه نخود، بعد میفته تو جامعه، پخش میشه، بزرگ میشه، مانده یک گوساله، بعد طرف پشیمان میشه، میخواد حالا بر بگردونه حرفش، ولی حرف از دهنش در رفته. اگه 100 بارم معذرت خواهی بکنه دیگه اون حرف بر نمیگرده، تو کل جامعه پخش شده. خصوصا امروز که دیگه چه وسایل ارتباطاتی خیلی قوی و زیاد در یه چشم هم زدن به کل دنیا میرسانن. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی میفرمایند هیچ خیری معادل این دوتا خیر نیست و هیچ شری معادل این دوتا شر نیست. گفتم کدوم خیر منظورته؟ گفت حسن الظن بالله و حسن الظن بالناس، حسن گمان و ظن به خدا و حسن ظن و گمان به مردم، و هیچ شر معادل این دوتا شر نیست. بدگمانی به الله و بدگمانی به خلق خدا و مردم، اینا سبب نفرت و دوری می شود. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. در جای دیگه خداوند میفرمایند وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، صورت‌های میدرخشه چون به رب العالمین داره نظر میکنه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره للذین احسنوا الحسنى و زیاده، برای کسانی که در دنیا نیکی انتخاب کردن روز قیامت بهشت و زیاده بر نعمت بهشت، دیدار الله جل شأنه، که وقتی نگاه به الله میکنن صورتهاشون مثل قرص قمر میشه. چطوری؟ وقتی یک پروژکتور قوی تو چشمت بزنن، تو صورتت بزنن، چقدر صورتت میدرخشه و روشن میشه. حالا اون نور الله سبحانه و تعالی که الله نور السماوات و الارض روز قیامت بدرخشه بر صورت مؤمنین. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما الله یرید ظلما للعالمین. این آیاتی که بر تو تلاوت کردیم با حق و حقیقت این آیات رب العالمین هست. اینها همش حق و حقیقت از جانب الحق هست و خداوند هیچ موقع قصد ظلم نسبت به بندگانش ندارد. در حدیث قدسی داریم که خداوند میفرمایند یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ای بندگان من، ظلم را بر خودم حرام قرار دادم و بین شما هم حرام قرار دادم، فلا تظالموا، به هم دیگه ظلم نکنید. و ما الله یرید ظلما للعالمین. خداوند نسبت به خلقش همیشه اراده خیر دارد. یک بار آیاتو میخونم، شما این معانی رو دوباره مرور بکنید در ذهنتون و شما رو به خدا میسپاریم تا جلسه خیلی دیگری در فردا شب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم
وفي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمین. از حوصله همه شما تشکر میکنم. اگه 2 دقیقه هم به برادرمون عبدالستار وقت بدیم، چون الان دیگه فضا معنوی شده، یه نشید اسلامی هم بخونه و شما رو به خدا میسپاریم. ستار بفرمایید. الله 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 ایمان عطا کن. الله 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 ایمان عطا کن. الله صراط المستقیم نصیب ما کن. الله صراط المستقیم نصیب ما کن. الله ز مشتی خاک ما را آفریدی. الله ز مشتی خاک ما را آفریدی. الله چگونه شکر این نعمت گزاریم. الله خدایا گر بخوانی ور برانی. الله خدایا گر بخوانی ور برانی. الله جز نامت دری دیگر نداریم. الله جز نامت دری دیگر نداریم. الله خداوندا تویی پروردگارم. الله خداوندا تویی پروردگارم. الله همه از توست و یا رب هرچه دارم. الله 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 ایمان عطا کن. الله 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 ایمان عطا کن. الله صراط المستقیم نصیب ما کن. الله احسنتم، جزاکم الله خیر. با این نشید خیلی زیبا و معنوی دست همدیگر بفشارید، همدیگر رو حلال بکنه، یه لبخند هم بزنید. فردا دست 2 نفر از دوستانتون هم بگیرید، انشالله با خودتون بیارید. فردا شب جمعه هست، حتما این کارو بکنید. 2 نفر با خودتون بیارید جدید انشالله. جزاکم الله خیر. بهشون بد نمیگذره.